1 تومن اومده به کارتم برم یه ست ورزشی الو بگیرم. با 1 میلیون تومن میرم 1 کیلو عسل میخرم میذارم تو سایت سوق المفتوح و تا کیلویی 12 میلیون ازم میخرم. 5 تومن دارم برم از دیجیکالا قصه یه سشوار دایسون بگیرم. کلاس داره. با 5 میلیون تومن میرم تسبیح شاه مقصود میخرم که تو دیوار کشورهای عربی تا 25 میلیونم میتونم بفروشم. بلو بانک داره 50 میلیون وام میده. برم باهاش یه دونه اپل واچ و ایرپاد بگیرم. شبا برم باشگاه انقلاب بدوام. از بلو بانک وام میگیرم میرم باهاش لیمو امانی درجه 1 کیلویی 800,000 تومان میخرم و توی کشورهای عربی تا کیلویی 64 میلیون میفروشم. کجا؟ سوق المفتوح. ادایی بودن و همه بلدن ولی کمتر کسی پیدا میشه مستقل بودن و بلد باشه. اگر تو هم میخوای تا پایان امسال به استقلال مالی برسی و تغییر و تحول بزرگی و وارد زندگیت بکنی، همین الان کلمه این مسیر رو کامنت بکن و این پستم بفرست برای اون دوستت که فکر میکنه پول فقط با کار سخت به دست میاد.